من فکر میکنم که جفا در حق این مردم داره میشه. زیرساخت‌هایی را که همگان داشتند و ما نداشتیم، ما میخواستیم این موضوع رو بولد کنیم. تونستیم فریاد مظلومیت استان رو به مجلس برسونیم. این 1434 میلیارد تومان فقط ذیل محرومیت صدایی برای استان اختصاص دادم. جاهایی هم که کاری انجام نشده، شاید کمکاری بنده باشه که من نتونستم خیلی مشخص و ملموس مشکلات مردم را بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت تمامی بینندگان پایگاه اطلاع رسانی معیارجل. تشکر میکنم از دستاندرکاران این پایگاه اطلاع رسانی که این زمان و این وقت رو فراهم کردند و این فرصت رو به بنده حقیر دادند که بتوانم فرصتی داشته باشم تا با مردم عزیز استان و خاصاً حوزه انتخابی بزرگ ایران شهر صحبت کنم. همون گونه که مردم عزیز ما استحضار دارند، مجلس 11 دقیقاً مصادف شد با یکی از بزرگترین چالش های قرن حاضر که همان مشکل کرونا بود. متاسفانه مردم با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم می‌کردند. دولت تقریباً نیمه تعطیل شد. جلسات مجلس به صورت آنلاین یا فضای مجازی اداره میشد. همه اینا چالش هایی با پیش روی مجلس 11 بود و از طرف دیگر دولت هم با توجه به اینکه سال آخرش رو داشت میگذروند، این موضوع هم باعث شد که اون رغبت و اون دلچسبی رو برای انجام کار دولت هم نداشته باشه و از طرف دیگر تحریم های فلج کننده استعمارگران بر کشور ما، این هم یکی از مشکلات رو چندین برابر کرده بود برای هم مجلس و هم کسانی که به هر حال دل در گرو خدمت به مردم داشتند. میزان فلاکت و زیرساخت‌هایی را که همگان داشتند و ما نداشتیم، ما می‌خواستیم این موضوع رو بولد کنیم. خوشبختانه فریادهایی را که در مجلس زده شد، صحبت‌هایی را که در سند، در کمیسیون‌ها، در جای جای فراکسیون‌ها، میتینگ‌ها انجام شد، ما در وهله اول بعضی از نمایندگان سایر جای کشور رو دعوت کردیم حوزه‌های ما رو ببینند و این چالش‌ها و این مشکلات را از طریق نهاد مجلس حل کنیم. تنها از طریق نمایندگان حوزه‌های انتخابی چه بسا مشکل بود و نهاد مجلس پای کار اومد. خوشبختانه در مرحله بعد رئیس محترم مجلس آقای قالیباف به استان سر زدند، مشکلات رو دیدند، محرومیت ها رو دیدند، خواستن حوزه جنوب هم چابهار و هم حوزه ایران شهر رو از نزدیک دیدند و هم نواب مجلس نایب رئیس اول آقای قاضی‌زاده هاشمی و هم نایب رئیس دوم آقای نیکزاد سفرهایی رو به استان داشتند و حوزه انتخابی رو بازم از نزدیک دیدند و دستاوردی رو که ما از این رهگذر داشتیم این بود که ما تونستیم فریاد مظلومیت استان رو به مجلس برسونیم. دولتی که در بودجه 1400 تقریباً رقمی معادل 2200 تا 2300 میلیارد تومان برای استان بودجه اختصاص داده بود، ما با کمک نمایندگان استان، با کمک رئیس مجلس، یعنی اینجوری بگم با کمک نهاد مجلس، ما تونستیم این رقم رو تقریباً به نزدیک به 12,000 میلیارد تومان افزایش بدیم. به فرض دولت سخاوت به خرج داده بود، گشاده دستی کرده بود، رقمی که گذاشته بود تقریباً نرسیده به 3,000 میلیارد بود که دولت مردان و دستگاه‌های اجرایی استان بسیار خوشحال از این موضوع بودند که دولت سخاوت به خرج داده. اما مجلس پای کار اومد، خاصاً رئیس مجلس، کمیسیون تلفیق، نمایندگان تلفیق و نمایندگان جوان استان حقیقتاً تلاش‌های مضاعفی را در فصل بودجه انجام دادند. من رقم ساده‌ای بگم به شما دوستان، اینه که
در سال 1400 رقم بودجه‌ای که برای فصل محرومیت زدایی برای استان گذاشتند از همه استان‌های کشور به مراتب بیشتر بود. یعنی 1434 میلیارد تومان فقط ذیل محرومیت زدایی برای استان اختصاص دادن. برای راه‌های روستایی رقمی معادل تقریباً بیش از 1100 میلیارد برای راه‌های روستایی گذاشتند. برای آب شرب روستایی فقط برای حوزه جنوب، حوزه انتخابی چابهار و ایرانشهر رقمی معادل 700 خرده‌ای میلیارد برای حوزه آبرسانی گذاشتن. اینا موضوعاتی بود که ما تونستیم از این رهگذر و با بولد کردن استان از کمیسیون تلفیق با کمک نمایندگان کشور برای استان این رقم رو به هر حال این اتفاق بی سابقه، جور بگم این اتفاق بی سابقه بود که کمیسیون تلفیق این مهم رو برای مردم استان رقم بزنه. من امیدوارم در سال 1400 کل اسکلت بیمارستان 540 تختخوابی ایرانشهر تموم بشه و ما برای موضوعات بعدی در واقع کارمون انجام بدیم. با اطمینان میگم که ما در سال 1400 برای پروژه بیمارستان ایرانشهر کمبود بودجه نخواهیم داشت. شاید کمبود زمان و کار داشته باشیم که پیمانکار ما میتونه کار انجام بده یا نه. از لحاظ بودجه مشکلی نداشتیم. در حوزه حمل و نقل ایرانشهر از لحاظ لوجستیکی و از لحاظ موقعیت جغرافیایی مکانی موقعیت خاصی را داره. از این طرف به پاکستان، افغانستان، چابهار و کل کشور ایرانشهر وصل است. اما ایرانشهر را در آمایش سرزمینی به عنوان یک موقعیت لوجستیکی و حمل و نقل دیده نشده. صحبت‌هایی شد، نامه‌نگاری‌هایی شد. آنچه را که وجود داشت در حوزه ایرانشهر، آنچه را که جایگاه ایرانشهر بود، ما این جایگاه رو خیلی ملموس نشون دادیم. خوشبختانه جواب نامه‌ها هم مثبت بود و ایرانشهر در سال 1400 به عنوان یک جایگاه امن و نقلی و لوجستیکی در کشور مطرح شد و در حال حاضر دوستان اجرایی ما خاصن فرماندار و سایر مقامات اجرایی و مثل راهداری، مسکن و شهرسازی در تلاش هستند که موضوع بندر خشک ایرانشهر رو خیلی با جدیت پیگیری کنند. مقدمات کار انجام شده، زمین شناسایی شده. انشالله در آینده نزدیک مردم ایرانشهر بتوانند از ظرفیت‌های لوجستیکی و حمل و نقل ایرانشهر استفاده بنمایند. در حوزه کشاورزی همون گونه که اکثر مردم استان استحضار داشتند، ما در حوزه صنعتی کارخونه‌ای داریم به نام بافت بلوچ در ایرانشهر. کارخونه‌ای بوده که زمانی دوران طلایی و دورانی بسیار خوبی داشته، اما امروزه به علت کمبود خوراک همان پنبه هست، متاسفانه با مشکلات عدیدی دست و پنجه نرم می‌کرد و زمانی که یک منطقه و یک جغرافیا از لحاظ خدادادی فرصت‌هایی رو داره و از این فرصت‌ها برای مردمانش استفاده نشه، من فکر می‌کنم که جفا در حق این مردم داره میشه. با پیگیری‌هایی که از طریق خود بنده که به هر حال خادم مردم ایرانشهر در مجلس هستم و با کمک نمایندگان کمیسیون عصر 90 که اون روز به نزدیک دیدند توانمندی و ظرفیت‌های بمپور و ایرانشهر رو کمک کردند، موضوعی را که تقریباً 60 سال از دهه 40 قرنطینه شده بود و با مشکل داشتیم، این مشکل تقریباً حل شد و محدوده ایرانشهر، بمپور و دلگان این فرصت رو داره تا به میزان فعلا البته امسال به میزان 1000 تا 2000 هکتار زمین‌هاش زیر کشت پنبه بره. البته ما این مشکل و چالش رو قطعا خواهیم داشت. کشاورزان ما با توجه به اینکه 60 سال از یک موضوعی به دور بودند، اون شناخت و اون آگاهی رو ندارند. صحبت‌هایی شده با شرکت‌های مختلفی در کشور که به این کار مبادرت دارند و این کار دارند انجام میدن. انشالله در آینده نزدیک این اتفاق خواهد افتاد. موضوع دیگه ای رو که چالش جدی حقیقتا برای بنده بود، بحث مرز پیشین با توجه به اینکه مرز ریمدان شروع به کار کرده بود و دوستان ما در قوه اجرا طوری صحبت میکردند که پیشین شدنی نیست و به هیچ عنوان
طرف ما در پاکستان اجازه نخواهد داد که پیشین مرز رسمی بشه. بازم ما دست از کار نکشیدیم، فعالیتمون دوچندان کردیم، نامه‌نگاری هایی کردیم با خود شخص آقای ظریف وزیر امور خارجه که وزیر در سفری رو که به پاکستان داشتند رایزنی ها بیشتر شد و خوشبختانه تلویحاً جناب وزیر این به هر حال صحبت ها رو که انجام دادن تلویحاً گفتن که امکان داره که پیشین هم جزء مرزهای رسمی بشه، گرچه همکارای ما نمایندگان ادوار در حوزه ایران شهر تلاش هایی کردن، نامه‌نگاری هایی کردن، اینکه کاری انجام بشه من انجام دادن، مشخصا یک مجموعی یک طیف وسیعی از دوستان فعالیت کردن که این اتفاق افتاده و من همیشه گفتم که اگر کار مثبتی انجام بشه این کار رو دولت انجام داده، مجموعی نظام انجام داده، من به عنوان خادم مردم فقط بیان کننده مشکلات مردم هستم و جاهایی هم که کاری انجام نشده شاید کمکاری بنده باشه که من نتونستم خیلی مشخص و ملموس مشکلات مردم را بگم. خوشبختانه مرز پیشین در یک ماه گذشته به عنوان مرز رسمی اعلام شد و مردم ما از این ظرفیت و از این فرصت استفاده خواهند کرد. مردم ما انتظاراتی دارند، انتظاراتی به حق، انتظاراتی به جا. من همه کمکاری ها، همه کاستی ها رو از مردم عزیز عذرخواهی میکنم و از مردم عزیزم تقاضا دارم که دعا کنند برای این که ما بتوانیم در این جریان، در این مسیر ثابت قدم تر از گذشته باشیم، بتوانیم برای کودکانمان، برای آیندگانمان، برای نسل فعلی ما، جوانان ما زندگی بهتر، نه بهتر آنچنان که بعضیا خیلی دارند و ما نداریم. من میگم که زندگی امروز ما بهتر از دیروز ما باشد و آینده ما بهتر از امروز ما.